بیننده‌های عزیز زیاد به پولم ارزش نمیدن. با کوکو اگلم پول داری ماشاءالله. قابل شما را نداره. قربان شما بخیر باشین. تشکر. زمانی بود اگلالا می به همین جه با موتور میاد معامله میکردم. حالا شکر الحمدلله چرخی هم دارم. پس امید به خدا بلکه موتر برنامه بعدی ارزان ترین یا چند؟ باش که شطور کوکای ماست فرار کنه. بیننده عزیز طبقی که به تصویر میبینین جایی برای پا گذاشتن نیست. آنقدر بیروبار هست گنج سلیمی که در هر قسمتی که میری یک فعالیتی میشه، فعالیت کاملا متفاوتی. در یک قسمت گوسفند فروخته میشه، در یک قسمت سلمونی میشه، در قسمت دیگر لوازم خوراکی، مواد اولیه از قبیل چای و دشلما و بالاخره ماکارونی و همچین چیزا اینجا فروخته میشه. مردم در حال خرید و فروشن و خوب صحیح بازارک داغیه و طبقی که گفتن فقط روزهای دوشنبه و پنجشنبه ای بازار فعاله و مردم از قسمت‌های مختلف شهر میان به اینجا. ما گفتیم باش که یک قسمت بازار رو یک قسمت گنج رو به تصویر بکشیم، مردم نشان بدیم، خرید و فروش نشان بدیم و در کل قراره که بریم بخشای بعدی از این پیدا کنیم و تصویر بکشیم. سلام برادر، خوبین؟ بخیر سعادمان خیرتیه. قربان شما بخیر باشین. چی وقت حال اینجا شما کار میکنید؟ ما اینجا 2 سال میشه اینجا. 2 سال میشه. از کجا هستین؟ از سلیمی. از سلیمی. روز دوشنبه و پنجشنبه میکنید؟ امروز دوشنبه پنجشنبه آقا گنج دیگه حساب. چه رقم فروشات؟ خوبه، بی بد نیه. 2 روزی که اینجا می فعالیت میکنیم درآمدی همو یک هفتگی شما میشه؟ تقریبا میشه. باز دیگه هیچ کاری نمیکنید؟ دیگون هم داریم. کجا؟ همین سلیمی. با دمغله کندور به حساب. یعنی وسیله چیزا که هست در کل از دکان میاری؟ بله آقا. از این صبح تا چند سودا کردی؟ که حالا ساعت 11 15-20 هزار بشه دوش. 20,000 افغانی در کل سودا معامله کردی. از این 20,000 چند بمونده بود تو؟ 20,000 شاید 1500 بمونه. 1500 افغانی؟ چطور؟ یعنی در هفته از گنج سلیمی دیگه هفته 3000 افغانی دیگه درآمد داری. شاید بشه شاید نشه، دقیق معلوم نیه. بخیر باشید. سلام، خوبی؟ خوبه شما. تیار هستی؟ بخیر. از کجایی؟ از قلعه دشت. قلعه دشت؟ بله. خیلی خوب. به این گنج امروز روز دوشنبه و پنجشنبه میای تو؟ بله. چیکار میکنی؟ همین که کشته و بنجری میخوش میخوای. اینا کشته چیه؟ کشتی الو. کشته الو؟ بله. از این خونه تیار کرده میاری؟ بله. اینا کیلویی میفروشی چی رقم؟ کیلو میفروشم، من میفروشم. کیلو چند میفروشی؟ کیلو 70 داره. کیلو 70 روپیه؟ بله. از صبح تا چند کیلو سودا کردی؟ از اون سه خوبه 5 کیلو. 5 کیلو؟ بله. از هر کیلو چند به تو میمونه؟ میمونه 20 روپیه داره. 20 روپیه میمونه؟ بله. خیلی خوب. تو به شوم به اینجا هستی؟ بله. نه دیگه همین دما چاشتمه. بله صد. دیگه بانجان هم گفتی داری؟ بانجان خشک؟ بله. خب اینا کیلو چند میدی؟ اینا کیلو 70 میگم کیلو 120. کیلو 120 روپیه. اینا هم به خونه جور میکنین؟ بله. خیلی خوب خیلی خوب. از صبح تا گفتی چند سودا کردی؟ از اون سه 500 سودا. 500 سودا کردی؟ خوشی؟ بله. خیلی خوشی؟ بله خیلی. بخیر باشی. برادر مشتنیم دیره خیریم. سلامت خوب ان شاء الله. سلامت باشید. قراری هست؟ الحمدلله. بخیر باشین. شما خیریتیه؟ قربان شما. کجا هستین کوکو؟ ما از کشمیرآبادیم. این گنج سلیمی چقدر بزرگی بوده؟ این گنج سلیمی دیگه نام خدا تو گنج هست که بنبسته ایران تو گنج نیه. واقعا خیلی بزرگه. قدر مردم هست، قدر سودا معامله اینجا میشه که پرسان نکنین. از کجا این گفتین؟ ما از کشمیرآبادم. چند ولی سوالی پشت زرگان قریه کشمیرآباد. چند وقت میشه به گنج میای؟ ما تقریبا هر روز که می گنج هستم به می گنج هستم. اگر وقتایی که وقت ایران میرم به ایران میرم، از ایران که میام اینجا فقط بسات من اینجا قریبی میکنه. کار میکنه؟ هر اینجا گلپی، زردک، شلغم، سوزی، کچلی چیزی میفروشیم. صبح تا چند سودا کردی؟
حسب طول به خدا ملامت نمیکنه برو وزیر میفاش میکنه منو دیگه مثلا چند شده باشه بله یا زیر فرش میکنه دیلا بنزیر فاش زیر پای می بچه میجو گدیشته باش ببینم ببینیم منو بیننده‌های عزیز ببینیم زیاد به پولم ارزش نمیدن با ما کوکو اگلم پول داره ماشاءالله قابل شما را نداره قربان شما بخیر باشین تشکر شما فقط زردک و گلپی و شلغم میفروشین زرده گلپی شلغم سوزی بدشتم تمام کردم سوزی خو بله اگر مثلا بازار خیلی داغ باشه تمام همه ترک رباب خو اینا رو که هسته اینا رو به 1 ساعت بفروشین باز عاجل کده میرین میارین یا نه نه نماریم قناعت میکنیم حقیقت رسال نفره هستن خوب همین جگه سوزی میبودن به من 70 روپیه نفره هستن سوزی میدم به من چند به من 100 روپیه ما از اول که به 70 بود 70 بفروختم دیگه سوی استفاده نکردم که سوزی برات بالا باشم 100 بسونم چون ملت هم باید ببرم بخورم دیگه لقب بزرگترین آرزویی که داره که در همین گنج سلیمی برای شما اتفاق بیفته مو چیه بزرگترین آرزویی که یعنی آرزوی خوشبختی نی آرزوی خوشبختی میدونم که همیشه تن سالم باشه اگه 100 روپیه اگه 200 روپیه میگیریم فقط تن سالم داشته باشه سلامتی داشته بله خداوند همیشه شما رو سالم داشته باشه نوکر شما بخیر باشین موفق باشین امرو باشین بنده است چیکار میکنی رفیق؟ کچالو میفروشیم برو از صبح تا حالی؟ بله من چندی؟ من 100 روپیه چقدر گیرون میدی؟ با 90 میخریم لالا مصرف میخوره کرایه میخوره به 100 هم میدی خب به 90 نخریم به چند بخری به 60 روپیه بخریم نه لالا پیدا نمیشه راست میگی؟ آه بخدا یعنی به نظر تو قیمت شده کچالو؟ مرز بسته شده کچالو قیمت شده بله یا از خدا هر کاری میکنه مرز بسته شده چیکار کنیم ما مردم افغانستان منتظر مرزاییم دیگه از خود خود پره نیم ما از خود پره هستیم که مقصد به این مگر یک کمی تلاش نیاز داریم تلاش کنیم خیلی خوب از صبح تا حالا چند من کچالو فروختی؟ از صبح تا لالا شاید 10 من 15 من بفروخته باشه قراره که تا شام دیگه عمل بفروشی امید به خدا بلکه بفروش کجا هستی؟ ما پشت زرغون خود پشت زرغون اصلی از ولایت قورم بله از ولایت قور بله خیلی خوب و با پشت زرغون زندگی بله خونه ما پشت زرغونه اگر یک کسی بگوید تو قراره که میلیون ها آدم ببینه خب یک کلمه گپی به من میلیون ها آدم بگو چی میگی بشو من میلیون ها آدم بگم چی میگی همه منتظرن که تو یک چیزی میگی بشو من به می پیام به مردم جوانای افغانستان من خود همیشه میرفتم لالا به ایران دیگه لالا گفتم دیگه بس به ایران دیگه نمیرم بریم داخل کشور خود خلالا ما اگه که چلو میفروشیم اگه هر کاری میکنیم لالا باید زحمت کشیم که یک امیدی داشته باشیم با آینده خیلی خوب یعنی پیام شما اینه که باید زحمت کشیم غیر از زحمت دیگه راهی نیه لالا مفت نمیای نه من نه فقط زحمت کش قراره کی کار ادامه بدی امید به خدا تا زنده باشیم ادامه میدی سه شهر خمستونه بله خوش هستی امروز شکر الحمدلله زمانی بود اگه لالا به همینجا به موتور میآمدم معامله میکردم حالا شکر الحمدلله سه چرخی هم دارم خب پس امید به خدا بلکه موتر هم برنامه بعدی بخیر که بیایم که از گنج سلیمی برنامه ثبت کنیم امیدوارم که یک دم ترکی داشته باشیم پناه الله هر چی نصیب باشه امرو باشید طبق شما در تصویر میبینیم یکی از قصابان که از اون چهره هم معلومه که خوب صحیح مهارت داره در این بخش در حال توته کردن گوشتا میباشن. ما فقط سوالی اساسی که داریم میخوایم بفهمیم که این گوشت ها در اینجا از لحاظ قیمت نسبت به شهر ارزانتر یا نه و بیشتر کدام مردم در اینجا میآیند و گوشت میگیرن. سلام وقت بخیر. بخیرین. خوب هستین؟ شما خوبین؟ بخیرین جان. قربان شما بخیر باشین. قصاب گنج سلیمین دیگه درست؟ بله. چند وقت میشه اینجا قصابی میکنین؟ 2 سال میشه. 2 سال میشه. کوکو جان یک سوالی داریم. قیمت گوشت گوسفند در اینجا تا شهر کدام تفاوتی داره؟ بله. چقدر؟ شاید 60 روپیه، 70 روپیه، 50 روپیه تفاوت کنه. 1 کیلو گوشت گوسفند شما به چند میده؟ ما خود گوشت گاو داریم، گوشت جنگ داریم، گوشت شتر داریم. گوسفند 3.5 ساعت میتنینو. 3.5 ساعت. گوشت شتر به چند کیلو؟ 260 روپیه گوشت جنگ. و گاو
260 روپیه. هم 260. خیلی خوب. بیشتر مشتری شما از شهر یا از اینجا؟ از همه جای میایم. بله. فکر کنم اینجا گوشت زیاد میگیرن برای لندی، درسته؟ بله برای هر چیز میبرن اینجا، چون که گوشتای خوب کشته میشه. یه چهار اطراف که میبینی همه دهقانی و مالداری هستن، مال خوبی کشته میشه به نرخ ارزان. مردم همه میایم اینجا، کسی که خیرات داره، کسی که عارسی داره، همه چیز میایم از اینجا میبرن. از صبح تا حالا چند تا گاو شما کشتین؟ ما الحمدلله یک 3 دانه کشتیم دیگه. 3 دانه. 3 دانه گاو و شتر هم کشتین؟ بله. چند تا شتر؟ 2 دانه. یک شتر شما مثلا از خود گنج خود شما میخرید؟ اون یه شتر استاد از یک چرخ ویدیو بگیرین سعی کنین. بله. شما میخرین درسته؟ از گنج. بله. بازور میکشین و گوشت رو میفروشین تا مفادی هم شما ایجاد شه. مهربانه دیگه، مفاد زلال داره دیگه. اون شتر پشت می‌بینی گردن‌هاش نویزان تو گردن دیگه. مردمایی رو که می‌بینیم حال زمستان است، مشتریای گوشت شتر هستن، میاین میبرن، چون که گوشت شتر در زمستان خیلی گوشت گرم است، هر کسی رو خوش میکنه. ببینید عزیز، طبقی که سوال مطرح کردم، قیمت در گوشت تقریبا 60-70 افغانی تفاوت قیمت در گنج سلیمی تا خود شهر ایجاد شده. کاکام قصه کردن. ما میریم قسمت های دیگه قصبی گنج سلیمی را به تصویر میکشیم. با ما همراه باشید. خب همراهان عزیز، در گنج سلیمی حضور داریم و شتر. ما یک صحنه بسیار جالب دیدم. به گردن یزو رسمان بسته، باز رسمان هم تو ادامه پیدا کرده، باز به دنب شتر بسته شده. من نمیفهمم، حتما یک کدام ترفندی هست. ما بریم از کوکا پرسان کنیم قیمت شتر و همچنان ببینیم این شترها را از کجا میکنن. سلام کوکا جان، چی حال دارید؟ خوبین؟ چی حال داریم؟ شما خودتون خطرناک نیه مار نزنه؟ نه اینو شتر قراره هیچ کار هستین کوکا کنیم؟ خیرین؟ اسم شما کوکا جان؟ عبدالرحیم. از کجا هستین کوکا؟ از پشتون زرگون. از پشت زرگون. شما به گنج سلیمی دیگه شتر میفروشین فقط؟ بله. امروز شتر فروختین؟ بله. چند تا؟ 4 دانه دیگه هم بفروختیم. و جز از این 2 تا 4 تا دیگه هم فروختین؟ بله. کوکا چی رقم قیمت شتر؟ قیمت شتر دیگه از 70,000 تا 80,000 85,000 تا به 1 لک هم هسته. خب بله. ارزون ترین یا چند؟ باش که شتر کوکای ما فرار کنه. این شترها خور شما باید کوکا جان خوب سه محکم یک جای بسته کنین نرن. خب کوکا جان، من پیشتر یک چیزی متوجه شدم که به گردن و دوم بیزی بسته بود. چرا؟ یعنی اگر قراره که یکی فرار کنه، هر دو تا خودی هم فرار کنه. بمراد از واسی بره. خب بله. نتونه طرف بره. چرا مردم زیاد علاقه داره برای گوشت شتر؟ گوشت شتر دیگه میگم خیلی چیه؟ مفیده به انسان ها. خب بله. از شتر به جز از اینکه مثلا نور میکشن و از گوشت استفاده میکنن، دیگه چی استفاده میشه؟ دیگه اینو به اول که بود، به اول اسلام اینو سلاح جهاد بود. اینو به بربری به بار نقل دادن. به آب که تا چند وقت آب نخوره خیلی مقاومت داره، هم به بارکشی هم به آب که نخوره مقاومت داره. شما شترها را از کجا میکنین کوکا؟ ما اصلا کوه میخریم، بین کوه میخریم، باز میاریم اینجا میفروشیم. بله. همیشه می روزای دوشنبه و پنجشنبه دیگه شما شتر دارین؟ بله. فرض مثال اینا امشب این روز فروخته نمیشه. بله. باز اینا چطور نگهداری میکنن؟ باز میبریم خانه کوه. خانه جای داریم. بله. چی میخورن؟ اینا کوه میخورم، بیده میخورم، نون خشکه میخورم، همه چیز. امروز چند کار کردین از صبح تا دیگه امروز 4 تا که فروخته. از هر کدومی چند فایده کرد؟ 12,000 فایده کرد. از هر کدومی؟ در مجموع 4 تا. بله 12,000 فایده. 12,000 فایده کردین. خب موفق مایت باشین کوکا جان. بخیر باشین. بینندگان عزیز، من واقعا شتر را دوست دارم. وقتی طرف نگاه میکنم هرچند از اون میترسم، هم دوست دارم دست خودم میاله بذارم به جانی. خب میگم من نقد چک دارم پایان. و گنج سلیمی خیلی بزرگه. هر قسمتی رو نگاه میکنم یک فعالیتی میشه و در کل فکر کنم وقت برنامه هم کمه و قرار نیه که تمام گنج به تصویر بکشیم چون خیلی زیاد شده. اما بخشای بسیار مهمی رو به تصویر کشیدم و در قسمت پایانی برنامه قرار گرفتیم
تا برنامه بعد و دیدار بعد شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم.